باز در سگمنت توجیهی شبکه‌های اجتماعی یک موضوع اساسی بحث مردم زن دومی یک کارمند بلندپایه شرکت میگافون را زده نیمکشت کردن زن یکم این آدم است. فعالان جامعه شهروندی از مقامات طلب دارند که به این قضیه دخالت کرده نفران گناهکار در این جنایت وحشیانه را به جوابگری بکشانند. نگینا محمدجانова نویسنده و روانشناس تاجیک که اساساً به مسائل خشونت و زورآوری در عائله مشغول است، در یک بخش مستقیم در صفحه‌اش در فیسبوک جزئیات این حادثه را نقل کرد. به گفته او این فاجعه روز 25 آگوست رخ داده است. عاده همسر قانونی پده به رفتار شوهرش شبهه پیدا کرده توسط تلفنش معاین میکند که او در خانه امده نام یک جوانزن دیگر است، یا خود عاده زنگ میزند و جنجال میبردارد، یا با کدام راه دیگر پده میفهمد که همسرش با نیت جنجال به پیش آنها آمده ایستاده است و زود به قول دم را خوده میکند و عشق نوش را تنها میگذارد. این هم معلوم نیست که چگونه به عاده میسر میشود که تقریبا ساعت 14 امده را به ماشینش سوار کرده از شهر بیرون برد، یا به ورزو یا به تگاب. امده را ساعت 1:30 شب در حالت کما و بدن پر از آثار لطوکوب به خانه‌اش آورده پرتافته‌اند. خود امده اینک بیش از 2 ماه باز کسی را نمیشناسد، فقط داد میزند و ناله میکند و درباره آنچه که با وی در طول آن قریب 12 ساعت اسارت گذشت چیزی نقل کردن نمیتواند. تشخیص‌های طبی نشان دادند که او را در طول ساعت‌های زیاد نه فقط شدیداً لطوکوب و تمام اعضای بدنش را سیاه و کبود کردند، او را در اسارت آنقدر زیاد بوغی کردند که مغز سرش مدت‌ها بدون هوا مانده است که در نتیجه یک قسم مغز سر امده از کار برآمده. این جوانزن عمرباد معیوب شده است. طبیبان ترس دارند که امده حتی اگر زنده بماند دیگر هیچگاه مثل پیش سالم و بردم نخواهد شد. فعالان جامعه شهروندی از شهردار دوشنبه رستم امامعلی، دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان و وزیر کارهای داخله رمضان رحیمزاده خواستند که این قضیه آدمربایی و عذاب و عقوبت گروگان را زیر نظارت قطعی خود بگیرند. به مادرش برگردانیدن دختر سالم او و به کودکش برگردانیدن مادر سالم وی متاسفانه دیگر امکان ندارد، ولی ما خیلی خواهش میکنیم که جنایتکار را یافته به جزای قطعی رسانند. نباید آنی که یک آدم سالم را چنین معیوب کرد از جوابگری خلاص شود. وظیفه اساسی یافتن و به جوابگری کشانیدن جنایتکار است. گفته می شود در مراجعتنامه دستجمعانه فعالان جامعه شهروندی که زیر آن الکی صدها نفر امضا کردند، باور می رود که در این قضیه جزا دادن عشق نو همسرش در آن روز 25 آگوست عاده تنها نبود. آنقدر عذاب و عقوبت و شکنجه‌ای که نسبت به امده آن روز روا دیدند به احتمال غالب کار دست چند نفر است.